بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله. بعد از 10 سال دعوت که از غار حرا شروع شد، پیامبر علیه السلام برای خود با متانت و با تمکین می رفت و آوازه او در بین قبیله های عرب دیگر پخش شده بود و می توان گفت که در حبشه، جایی که مسلمان ها اول هجرت کردند، ریشه دین نیز میده میده با قوت می شد، نیرومند می شد. از طرف دیگر در طول این 10 سال قریش تمام وسایل های مردی و نامردی را استفاده می بردند تا اینکه پیش راه پیامبر را گیرند. با دیگر قبیله ها پیمان می بستند تا اینکه پیش راه این دین گرفته شود. مسلمانان را شکنجه می کردند، مسلمانان را می زدند، تحقیر می کردند، توهین می کردند، مسخره می کردند و تهدید می کردند و تحریم اقتصادی کردند. خیلی که در حلقه گذشته گذاشتیم. تمام این نامردی ها را مرتکب شدند تا اینکه پیش راه دعوت را گیرند. انسانی که از بیرون این را نظر میکرد گمان میکرد که مشرکای مکه چیره هستند، غالب آمدند بالای پیامبر علیه السلام بالای دعوت، چون که وقتی میدیدند که تمام درهای دعوت بسته شده است، میتوان گفت که دعوت پیامبر را آنها گلوگیر کرده بودند و خفه کرده ایستاده بودند. پیامبر علیه السلام نزدیک به هلاک شوی و نابودی بود، خصوصا بعد فوت عمک بزرگوارش ابو طالب که چیزی را برای دفاع از پیامبر طریق نمی داشت. لیکن با وجود این همه پیامبر علیه السلام صابرانه و با شکیبا و با تمکین و با امانت و متانت برای خودش پیش می رفت، پروای ملامت کننده را نداشت و دین خدا را تبلیغ میکرد بین قبیله ها، در موسم ها، در بازارهای موسمی که در اطراف مکه برپا کرده میشد. در همه آنها پیامبر علیه السلام از وجود خودش به دیگرها خبر میداد، درباره رسالت به آنها خبر میداد، درباره قرآن و درباره دین به آنها معلومات میداد. بعد از این 10 سال شکنجه و تهدید و مسخره شدن و دیگر زمانی رسیده بود که پیامبر علیه السلام را الله تعالی چشمش را روشن کند. برای این شکیباییش، برای این صبوریش، برای این برداشتنش، برای این تحملش، الله تعالی پیامبر را به یک سیری بود که در سوره به نام آن در قرآن وجود دارد که به نام سوره اسراء، و اون سوره به عباره سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر. یعنی اینجا الله تعالی میگه که خداوند بنده‌اش را به سیر برد از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی، مسجدی که اطراف آن را ما برکت عطا فرمودیم، در حالی که پیامبر علیه السلام سمیع و بصیر بود، شنونده و بیننده. در بعض تفسیرها آمده است یعنی که این دلالت بر آن میکنه که پیامبر با بدن و جسد و روح خود به آسمان عروج کرده بودند. بعد از زبان پیامبر علیه السلام شنویم که این قصه معراج و قصه اسراء چگونه بود. روی میبریم به کتاب امام بخاری رحمت الله علیه که در حدیث از مالک ابن صعصعه میگه که رسول خدا صلی الله علیه و سلم درباره شبی که او را از مکه به بیت المقدس بردند برای ما صحبت کرد و فرمود: یک وقتی که در حجر اسماعیل دراز کشیده بودم، کسی پیشم آمد، شکمم را از بالای سینه‌ام تا شرمگاه پاره کرد، قلبم را بیرون آورد. آنگاه تشت طلایی پر از ایمان آوردند، قلبم را شستند، سپس آن را در جای خود قرار دادند و شکمم را به هم چسباندند. آنگاه دونده و مرکبی را آوردند که قد آن از شتر کوتاه‌تر و از الاغ بلندتر است و رنگش سفید بود، یعنی همون براقی که بسیارتر مشهور است در جنوب براق. راوی میگوید که این وسیله سواری براق نام داشت. هر قدمی که برمی داشت به اندازه منتهای چشم اندازهش گسترده و وسیع بود، یعنی که چقدر که چشمش میدید یک قدمش همون قدر میشد. اگر چشمش 10 کیلومتر بیند 10 کیلومترش یک قدم بشد و به همین منوال. بعد اون پیامبر میگن که جبریل مرا با خود برد تا اینکه به آسمان دنیا رسیدیم. اجازه ورود خواست. گفتند چی کسی هست؟ گفت منم جبریل. گفتند چی کسی همراه با چی کسی همراهی داری؟
گفت محمد. گفتن محمد مبعوث شده است، پیامبر شده است؟ گفتم بله. گفت خوش آمد. خوش آمد بهترین مهمانی است که آمده است. در باز شد. وقتی که اونجا وارد شدم چشمم به آدم افتاد. جبرائیل گفت این آدم است، برو و به پدرت آدم سلام کن. بر او سلام کردم و آدم جواب سلامم را داد و سپس گفت مرحبا به این فرزند صالح و پیامبر صالح. خب یعنی که در آسمان اول پیامبر علیه السلام آدم علیه السلام رو دیدن و همینطور همه عباره ها تکرار میشد، فقط شخصیت ها دیگر میشوند. یعنی در آسمان اول پیامبر علیه السلام با آدم علیه السلام واخوردن و جبرئیل پیامبر گفت که رو با پدرت آدم سلام گفت. پیامبر رفتن به پدرشون آدم علیه السلام سلام گفتن. آدم علیه السلام گفتن که پیغمبر صالح، مرد صالح. به همین عباره ها پیامبر پیشواز گرفتن و وقتی که دویم آسمان رفتن همین منوال در آسمان تق تق کردن، در آسمان گشاده شد، اونها پرسپاس کردن، بعد در شدن. پیامبر در آسمان دویم یحیی و عیسی علیه السلام رو دیدن. اینچنین در آسمان سوم وقتی رفتن پیامبر علیه السلام یوسف علیه السلام رو دیدن و هنگامی که در آسمان چهارم رفتن ادریس علیه السلام رو دیدن و در آسمان پنجم هارون علیه السلام رو دیدن و در آسمان ششم موسی علیه السلام رو دیدن و در آسمان هفتم پدرمان ابراهیم علیه السلام رو دیدن. یعنی که در هر یک آسمان یکی از پیامبران رو دیدن. و البته این حکمت ها هست، بعضی علما از این چیز نیز حکمت گرفتن که مثلا میگن که از اول ابا آدم علیه السلام واخوردنشون این یعنی که گویی که با پیامبر یک نشانه های هجرت بود، چون که آدم علیه السلام وقتی که از جنت به زمین فرارده شدند یعنی که همیشه اشتیاقشون به همون وطن اولی که جنت بود. گویی که با پیامبر یک اشاره شده است که تو نیز به زودی از شهری که تولد شدی از وطن خودت جدا میشوی، دور میشوی. و درباره یحیی و عیسی گفتن که این همون ظلم سیستمی که بالا پیامبر و شکنجه که بالا پیامبر میشه، چون که هر دو یحیی و عیسی هر دو اونها خیلی ظلم ستم های زیادی از قبیله خود دیدن. اما یوسف باشد این کنایه از همون گفتن یوسف علیه السلام دیدنشون اشاره به اون است که حسدخوری زیاد میشد از بین همون انسانایی که با پیامبر علیه السلام هم قبیله هستند. و هارون و موسی اینچنین این دلالت بر آن میکند که اینم از اذیت بسیاری که دیدن خیلی که پیامبر علیه السلام گفتن که برادرم موسی از من دیده بسیارتر اذیت شده بود. و ابراهیم علیه السلام رو دیدن و در آخر ابراهیم علیه السلام رو دیدن برادر عزیز. بعد میگن که از اونجا دیگر بالا رفتن، میگن که سپس به سوی سدرة المنتهی رفتیم. سدرة المنتهی اسم درختی است که در ملأ اعلی هست. بالا رفتم دیدم خوشه های آن به اندازه کوزه های بزرگ هجری است. این که حجری هست نام شهر، یعنی کوزه هایی که در همون شهر ساخته میشد. گفتن خوشه هاش مثل همون است و برگ های آن مثل شبیه یا مانند گوش های فیل است، همون درخت سدرة المنتهی. جبرئیل گفت اینجا سدرة المنتهی هست. در اینجا 4 رود را مواجه شدم، یعنی که 4 دریا رو دیدم. میگن 2 دریای ظاهر و 2 دریای باطن و گفتن که 2 دریای ظاهر از جبرئیل معرفی کرد و 2 دریای باطنی این در بهشت است و 2 دریای ظاهری این دریای فرات و دریای نیل است. بعد از اون میگه که بیت المعمور رفتم که اونجا فرشته ها هر روز 70,000 فرشته یک بار طواف میکنن، دیگر در تمام عمر خودش نمیتواند اونجا دیگر باز رو طواف کنه، زیرا که عدد فرشته ها اونچنان زیاده هست که یک بار در عمرشون میتونن به اونجا مشرف شوند. بعد از اون به نزد من میگن یک کاسه شیر و یک کاسه عسل و یک کاسه خمر گذاشته شد. من وقتی شیر رو اختیار کردم جبرئیل گفت کاری درستی کردی، تو فطرت رو انتخاب کردی. بعد از اون میگه روانه شدم به نزد الله تعالی و بر من 5 وقت نماز واجب شد. این در روایت مسلم است، در دیگر کتاب حدیث آمده است که پیامبر علیه السلام میگن که من خشخشی نوشتن قلم های همون فرشته هایی که در ملأ الاعلی هستن شنیدم، به همین درجه نزدیک شدن و به پرده با الله تعالی صحبت کردن و الله تعالی برای پیامبر علیه السلام 50 وقت نماز رو فرض کرد. و پیامبر و 50 نماز وقتی می اومدن موسی علیه السلام باز دیدن. موسی گفت چی شد؟ گفتن برای من 50 وقت نماز فرض شد. موسی گفت امت این طاقت این نماز خواندن نداره، 50 وقت رو از خداوند طلب کن تو اینکه نمازت رو تخفیف کنه، سبکی بیارد. رفتن چند بار رفته اومدن، الله تعالی هر باره
کم بکرد و آخر گفتن چند وقت نماز شد؟ پیامبر گفتن که 5 وقت. موسی گفت این طاقتش ندارد، رو گفت که باز طلب کن تخفیف. پیامبر گفتن که من دیگه از خودم شرم میدارم، یعنی که امید دارم که به همین 5 امتی من توانش دارد، تحمل میکند همین 5 وقت نماز رو. و الله تعالی رو وعده داد که 5 نماز با عوض 50 نماز است، 5 نماز ثوابش مثل ثواب 50 نماز است. خلاصه برادر عزیز این بود قصه معراج و اسراء و معراج. و پیامبر در وقتی که اسراء کردن اونجا با پیامبران امامتی کردن، تمام پیامبران اونجا جمع شدن، پیامبر ما امام آنها شدن. خیلی که در حدیث دیگر اومده است، میگن که وقتی با بروق رفتیم به مسجد الاقصی رسیدیم، اونجا در حلقه‌ای که پیامبرها مرکبای خودشون می‌بستن، من براق بستم، در اومدم دیدم که موسی نماز میخوند، دیگه پیامبران نماز میخوندن. وقتی من در اومدم پیش نماز شدم، یعنی که امام شدم و با اونها نماز خوندم. اینجا بعضی دلالت‌ها از دوستان عزیز، بعضی حکمت‌ها است که علما گرفتن. ما هم گفتیم که مقصدی از ما از این سیر رو بازگو کردن این نقطه به نقطه بازگو کردن نیست، بلکه بسیارتر تکیه بر همون حکمت‌های از این قصه ها، یعنی که مغز این قصه ها رو براشون بازگو کردن است. علما چند قصه ها رو گفتن که یکم این است که گویا که پیامبر وقتی رفتند و با اون پیغمبر رو امامتی کردن، این معنای رو داشت که این محمد علیه السلام خاتم الانبیا هست و میراثبر همه پیامبرای گذشتگان هست. دیگر فایده این است که این دین ها خیلی ما در داستان انبیا که داستان پیامبران گفته گذاشتیم، دین یک است، دین همه پیامبران اسلام است، فقط شریعت اونها فرق میکرد. خیلی در حدیث گفتن که نحن معاشر الانبیاء ابناء و علات دیننا واحد و شرائعنا مختلفه. ما پیامبران مثل یک ابنای علات هستیم. ابنای علات برادرها اونهایی هستند که پدرشون یک و مادرشون دیگر هستند، یعنی که پدر یک معنیش دین است، عقیده هست، توحید و یکتاپرستی هست و شریعت، یعنی که اینجا مادرهای مختلف. یکی دیگر از فایده های این است، میتونم گفت که فایده های سیاسیش این است که جنبه سیاسیش دیگر راهنمایی، رهبری و پیشوایی عالم را پیامبر علیه السلام از دست یهودا گرفتن. یعنی که وقتی که اینجا پیامبر رفتن در بیت المقدس که این محبت وحی بود، جای فرآمدن وحی بود، یهودا که دیگر به احکام آسمانی دیگر سر و کار نداشتند، احکام آسمانی رو فروختند به پول پوچک و شریعت زیر پا کردند، حکم خدا رو زیر پا کردند. الله تعالی این امانت را به عهده محمد صلی الله علیه وسلم گذاشت. و خیلی گفتیم امامتی کردن پیامبر برای انبیا این دلیل بر اون است که پیشواگی همین مردم عالم رو دیگر پیامبر علیه السلام به عهده دارند و اسلام دیگر شریعت ها رو نسخ کرده است. اما درباره جنبه های اجتماعی این قصه گویم دوستای عزیز، این است که پیامبر امام تمام پیامبرها شدند، پیامبرایی که گوناگون نژاد بودند، گوناگون زبان بودند، گوناگون رنگ بودند. با وجود این پیامبر ما امامت کردن، اینه که این معنی رو داشت که این پیامبری که اومد و پیامبر آخرون هست پیامبر عالمیان است، نوبسته از نژاد، نوبسته از رنگ، نوبسته از زبان. این پیامبری تمام عالمیان است، چون که تمام پیامبرها با وجود فرقیت های زبانی و نژادی و رنگی در قفای محمد علیه السلام نماز خوندن. سیم فایده از اینکه سیم اشاره اجتماعی اون این است که پیامبر علیه السلام گویا میگفتن که بیت المقدس در آینده جزء از جزءهای دولت اسلامی که من در مدینه میسازم است. به این پیامبر صلی الله علیه وسلم اشاره میکردن. چرا که صاحب خانه سزاوارتر به امامتی هست. من وقتی رفتم در بیت المقدس امامتی کردم، پیامبرم در حدیثشون میگن که لا یؤمن الرجل فی سلطانه، یعنی مرد در سلطان خود اونجا که زیر سلطانی و یا زیر نفوذ و زیر سلطه او هست امامتی نمیشود، بلکه امام میشود خودش. و اینجا پیامبر که امامتی کردن معنی اون داشت که دیگر اونجا زیر سلطه دینی و سیاسی و اجتماعی محمد علیه السلام خواهد درآمد. بنابراین امام غزالی، محمد غزالی معاصر، میگه که نبوت و پیامبری قرنها و عصرها در بنی اسرائیل بود. گویا فکر میکردی که این یک وقف برای این قبیله یا که برای این بنی اسرائیل باشد. بسیار به کثرت آمدن پیامبران در بین این قبیله و بیت المقدس که فرامدگاه وحی بود، همونجا
در دست اونها موند تا اینکه یهودی ها تغییرات در دینهاشون وارد کردند، احکام الهی را زیر پا کردند، احکام الهی را تطبیق نکردند، بین خودشون دیگر فسق و فساد رواج یافت، فساد زدگی رایج شد و در اساس فساد زدگی قاضی هاشون پول رو میگرفتند و احکام الهی را جاری نمیکردند و غیر از دیگر مشکلی ها. در نتیجه الله تعالی میگه امام غزالی بر اونها لعنت خودش را، نفرین خودش را بالای اونها حلال کرد و دیگر قرار شد که الالابد نبوت از اونها به فرزندای اسماعیل داده شود. غیر از این دوستای عزیز جنبه‌های روحی نیز دارد. پیامبر علیه السلام پیش از اسراء و معراج ما در حلقه گذشته گفتیم که خدیجه مادرمان وفات کرده بودند و از این پیش همه کی بزرگوارشان ابو طالب که یکی از حمایتگران بزرگ پیامبر بود نیز وفات کرده بود و این خانه‌ها اثری در روح و روان پیامبر گذاشته بود و علاوه بر این بعد از فوت ابو طالب مشرکان دیگر شکنجه و آزارشون بالی پیامبر زیاد میکردند و گویا که میگفتند که دیگر حمایت چی رفت کسی رو حمایت تو رو دیگر کسی حمایت نخواهد کرد و اینجا وقتی که پیامبر به آسمان ها بردن به ملکوت اعلی بردن گویا فرشته ها میگفتند که ای محمد اگر زمین برای تو تنگی کرده باشد آسمان برای تو وسیع هست، اگر اهل زمین تو رو خوار و زار و شکنجه و آزار داده ایستاده باشند فرشتگان به پا ایستاده در استقبال تو هستند ای محمد علیه السلام. یعنی این جنبه روحی از قصه اسراء و معراج است. این چیز برای پیامبر یک روحی نویده مید، روحی پیامبر رو خیلی بالیده کرد، پیامبر روحیش رو بالا برد و وقتی آمدن به یک نشاط نو، به یک نیروی نو گویده میداشت که پیامبر و همراهان پیامبر به دعوت شروع کردند. غیر از این دو چیز دیگری مهمه در این شب پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدن خیلی که در سوره اسراء میگه که لنریه من آیاتنا، از آیات‌های خودمان برای پیامبر نشان دهیم. پیامبر علیه السلام شب جنت رو دیدن، دوزخ رو دیدن، اهل دوزخ رو دیدن که یک نمود اشاره به اون بود که پیامبر علیه السلام وقتی اونجا بعضی این انسان‌های گناهکار رو دیدن پیامبر امتشون از این گناه حذر کردن. گفتن من زنهایی رو دیدم که از سینه هاشون کشال بودن، مردایی رو دیدم که از لباشون کشال بودن، انسان رو وصف دیدم که در خون شنا میکردن. مثلا انسان ریبا خور اینجا تحذیر کردن و برحذر داشتن از ریبا و از فساد خوری و از زیناکاری و از عرق نوشی. از بعضی انسان های گناهکار رو پیامبر در اون شب دیدن. این چنین بزرگی نماز است که یگانه عبادتی است که الله تعالی رو برای با پیغمبر به واسطه فرشته، به واسطه فرشته وحی به پیامبر علیه السلام رسوند که این بر بزرگی این عبادت دلالت میکنند. خب پیامبر اومدن از اسراء و معراج بازگشتن، حالا جوگهشو گرم است. وقتی پگاه خستن به ام ایمن نقل کردن، ام ایمن خادم مادرشون بود، گفت که این گپ نقل کن که مردم تو رو تکذیب میکنن، باور نمیکنن. لیکن پیامبر به حق ایمان داشتن، میدونستن، دیدن هر چی که اون شب دیدن میخواستن که برای مردم رسونن. وقتی برآمدن و مکه گپ زدن، وقتی رفتن پیش ابو جهل گفتن که من همیشه بیت المقدس رفته اومدم و آسمان رفته اومدم. ابو جهل از خرسندی دیگه قنات برآورد. اگر پیشتر مردم از پیامبر دور میکرده باشد این دفعه مردم بیاید محمد شنید محمد چی میگه، یعنی که اینجا دیگر چی شد که رسانه اش رو، همون رسانه های وسایط اخبار امه اش رو میخواست که بر ضد پیامبر استفاده برد و از زبان خود پیامبر استفاده برد، چون که اون وقت این چیزا باور کردنش خیلی مشکل بود. گفتم محمد چی میگه. وقتی سخن پیامبر نقل کردن بعدش سرش دستش موند، بعدش دهانش پشت، بعدش حیران شد، بعدش به چپک زنی در اومد. بعد گفتن که محمد انا اکنون دیوانه شده است، انا اکنون نقد دیوانه شد محمد. بعد پیامبر علیه السلام گفتن که من میتونم که برایشون بعضی علامت ها رو بگم. گفتن چی علامت ها؟ پیامبر علیه السلام گفتن که من در راه کاروان دیدم که به مکه می اومد و اولین شتری که در سر کاروان قرار دارد فلان روز در فلان ساعت میدرد و رنگ شتر فلان است. گفتن خب علامت خوبه. گفتی خب بیت المقدس واسه کن. پیامبر
جبرئیل علیه السلام در قنات خودش عکسی بیت المقدس رو آورد و نشون داد. پیامبر دیدید وصف کرد اینجا ستونش هست، اینجا درش هست، فلان در بسمدان. بعد در همون روزی که پیامبر گفتن شطور آمده در اومد، مردم گفتن هی محمد بسیار ساحری بزرگ بوده است، بازم ایمان نآورد. یعنی اصلا اونها ایمان آوردنی نبودن. بنابراین اون دلیل ها، اون حجتایی که آمده است برای اونها یک معنایی نداشت. از این استفاده برده خواستن که پیروای پیامبر دور کنن و رفتن نزد ابوبکر. گفتن که ابوبکر محمد آسمان رفت آمده است و این شب بیت المقدس رفته است. خب گفت ابوبکر چی شد از دیگر؟ گفتن تو باور داری؟ گفتن که همین که محمد گفت. گفتن که بله محمد این گپ رو گفت. اگر گفته باشه راست گفته است. اگر محمد گفته باشه راست گفته است، چون که من از این دورتر و از این نزدیکترش باور دارم. من باور دارم که محمد از آسمان سخن می آید، از آسمان وحی می آید. چخیل به این مایده ترین چیز من باور نکنم. بعد از این ابوبکر به لقب صدیق مشهور شد. یعنی که حالا از زبان پیامبر نشونده به این چیز باور کرد. چنون اعتماد به پیامبر داشت که الله تعالی چنون ایمان به او داده بود و این لقب رو پیامبر علیه السلام به او ارزانی داشتند. در حلقه آینده دوستان عزیز درباره سعی و تلاش پیامبر برای دعوت کردن دیگر قبیله ها، اما این بار دعوت فقط اکتفا به دعوت نبوده، بلکه به آنها پیامبر پیشنهاد میکردن که تو اینکه پیامبر را زیر حمایه خود گیرند تو پیامبر توانند دعوتشون به دیگران رسونند. چون که دیگر از مکه گویم یک نمود ناامیدی هم حاضر شده بود و عذاب و شکنجه آنها و آزار آنها زیاد شده بود. پیامبر میخواستند مرکز دعوت را به دیگر جا کوچونند تا اینکه توانند که آزادانه فعالیت برند. و چرا پیامبر خودشون به حبشه نرفتند؟ مثلا اگر نیتشون مرکزی رو کوچوندن باشد، پیامبر میخواستند که مرکز در اطراف مکه باشد یا در نزدیکی مکه باشد و در یک محیط عربی باشد. چون که اول اگر همزبانشون اگر قبول نکند دیگر انسان رو خانه کردن مشکل تر است. و این اون گویم که مرکزی که در حبشه شده بودن اون مرکز احتیاطی بود، نه مرکز اصلی. برای پیامبر میخواست یک مرکز جدی و اصلی در خود نیم جزیره عرب در اطراف مکه تشکیل کنند تا اینکه توانند فعالیت آزادانه برند. و در آخر خیلی گفتم فقط یک چشمان به سوی مکه بود و ابو جهل و ابو لهب خوب درک میکردن این چیزا. و با همین قدر اکتفا میکنیم. انشاءالله تا حلقه آینده شما رو در پناه الله تعالی میسپاریم. خداوند یار و مددگار شما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.